برای تسلا میخواستم بپرسم. یه بار دیدم که تو علی بخردی هم ویدیو ساخته بودی و یکم صحبت ماشینی هم کرده بودی و بعد میدونم تسلا ایکس داری نه؟ تسلا ایکس آره یعنی فکر کنم گفتی تسلا بازی مثلا. آره تسلا ایکس دارم. آره کلا کامنتت نسبت به الکتریک چیه؟ چون من تو پیجم ماشین باز خیلی زیاده دیگه، به واسطه ماشین بازی از قدیم که من دارم. کلا نسبت به الکتریک چه فازی داری تو آمریکا مخصوصا؟ ببخشید تو کانادا هستی تو دیگه. ببین من که عاشقشم، یعنی واقعا. بعد من روی ماشینم سوپرچارجر مجانی دارم، یعنی من میتونم تمام دنیا رو آره بچرخونم فهمیدم. مجانی. خب اینم خیلی مثلا رفتم آمریکا با ماشین رفتم، فکر کن رفتم آمریکا 90 روز برگشتم واسه $0. میدونی خب این خیلی چیز جالبیه که روش آره میاد. حالا این بونس کاری نداریم، ولی خارج از اینی که فیش پایینه، اینی که آقا مثلا ترمز نباید عوض کنی. الان برای بچه‌ها که نمیدونن، آفرین. توی ماشین یه دونه دستگاه داره که حالت ژنراتور رفرش فکر بکن که چرخ اینو میچرخونه و این خودش مثل ترمز عمل میکنه و تو وقتی پاتو برمی‌داری احساس می‌کنی ترمز کردی. آپشن داری خاموشش کنی اگه دقیقاً. باش حال نکنی، ولی وقتی روشن باشه هیچ وقت لازم نیست ترمز عوض کنی. مثلا شاید 30 سال یه بار. ماشینم یه چیزش خراب شده بود، یعنی خراب شده بود که الاینمنت باید انجام میدادم روش، خراب نشده بود. بعد وقتی رفتم توی اپ رزرو کنم واسه الاینمنتم، بالاش بزرگ نوشته بود که ماشین برقی رو نباید سالیونه بیا چیزشو چک کنی، اگه همینجوری میخوای فقط بیا ببین همین چیزی خوبه لازم نیست، اگه چیزی خرابه باید بیای. دقیقاً. اینی که تو نباید سرویس چیز معنی نداره توش. سرویس نداره، اصلا هیچی نداره، فقط باید چیز بریزی توش، آب شیشه میشوره، تنها چیزی که واردش میشه. دقیقاً. بعد جا داره، چپ نمیکنه، درام مثل بتمن باز میشه، یعنی مثلا خیلی جاش مثلا درو باز خیلی میکنن خوشگله. یهو آدما اینجوری میشن، یعنی تکون میخوان، یه فکر کنم آره. سفینه نشست مثلا. خیلی دوست ندارن تو چش باشن، من دوست دارم تو چش باشم، واسه اینکه اینجا نشستم دارم ونگ میزنم، پس من آدمی که دوست دارم تو چش باشم، پس سلیقه منو خیلی مچ میکنه. بعد دیگه من خیلی ازش راضیم، یعنی و حالا تو بی فر الان خفن ترین ماشین برقی دنیا دستمه، یعنی تسلا. خود ایلان آره. ماسک میگه که ما تمام گفتیم آقا یه چیزی درست کنیم که هیچ کی نتونه درست کنه، بیا هر چی فکر کنیم خفنه بذاریم توش، و روی این حساب آره. اکسو ساختن واسه یه ماشین خدا بسازن و واقعا ساختن. یعنی مثلا من توش هستم، انقدر این ماشین راحته، خفنه. میگم من و زنم و 2 بچه با 3 چمدون رفتیم اونو برگشتیم ونکوور، به پاشا میگم که پاشا برو ماشین خالی کن، میگه خالیه بابا، میگم جلو رو، میگه یعنی چی جلو رو؟ بعد صندوق جلو رو باز کردم، میگه جلوی ماشینم صندوق داره. خیلی تا حالا من نکردم. آره. مرتب بودن خیلی واسه من مهمه و چون تو صندوق جلو داری صندوق عقب داری، میتونی مثلا مسافرت که میری صندوق جلو رو میکنی خوراکی و پتو و وسایلی که لازم داری دیگه، لازم نیست عقب دقیقاً. بچینی، میذاری همه چی مرتب چیده شده فلان. مدل جدیدش هم که مثل این که پلاستیک کردن توش، میتونی یخ بریزی و یخ میمونه توش، بعد زیرش هم اینو سوراخ داره باز میکنی که آب خالی میشه میریزه پایین. ولی در صورت میگم برای من هر جوری فکر میکنی، از پوزی، از سری بودن، از نظر مالی، از نظر اقتصادی، از نظر چوسی، از نظر خوشگلی، از نظر راحتی، همه چی هیچی قور ندارم بزنم. مثلا روزی که ماشین میفهم چی میگی. گرفتم، دقیقاً منم همین. چرخاش میگفت بعد خیلی اذیت میکرد. رفتم تسلا، گفتم دیگه خیلی خب من ماشین $200,000 رو گرفتم، $100,000 کلی سیف کردم آردی، جلو هم بیاد دیگه این رو باید عوض کنم دیگه، این شاکشه، تو من بس 4-5 تا باشه دیگه میدم دیگه، فکر کنم ماشین 5 کیلومتر خریدم ولی ماشینم دیگه عالی میشه. رفتم تسلا گفتم که اینا رو باید اینجوری شده، گفت آره این فلانش بولبورینگش خراب شده باید تو عوض کنیم و از این حرفا، کار بیشتر از یه روزه. گفتم آره میدونم، داره میچینه واسم که بخواد پنشه بکنه تو چیزم آروم بره. بعد گفتم که چقدر میشه، زد و اینا، گفت میشه $320. گفتم چی؟ گفت میشه 320، هر کدومشون $160، دو تا میشه 320. گفتم چقدر میگیری بذاری؟ گفت نه دیگه بذاریم بکنم. میدونی ماشینی که یارو ساخته با آره. این ایده که آقا من میخوام کسی اینو میخره نیاد اینجا، نیاد تو مکانیکی من. ماشینای دیگه یه جوری ساخته شده که میگه آقا 4 سال وارنتی میدیم، 4 سال نیاد تو با مکانیک، ولی بعد از 4 سال بیا. بعضی موقع افتاد قبلش دیگه چیکار میتونی بکنی، ولی بعد از 4 سال حتما خراب شه.
بقیه کمپانی‌ها جلسه دارن اینو راجبش صحبت میکنن که آقا این دستگاه 5 ساله خراب نمیشه چیکار کنیم، مطمئنم. ولی تسلا میاد میگه آقا من خواستم بزنم که نخواد بیای مکانیکی. من این ایده ها رو دوست دارم و واقعا مال سنگین ایلان ماسکم و فکر میکنم آفرین همکاریم داداش. میگم یه آدمی که داره واقعا سعی میکنه خوبی کنه، خودش پولدارترین آدم روز کره زمین شده، نوش جونش، 16 نفر رو حامله کرده، دمش گرم. همه عقیده های چرت و پرت بعضی موقع میزنه، هر کسی عقیده چرت و پرت داره، مشکلی نداره، ولی داره یه خفنی دنیا درست میکنه که نمیدونم چند تا کمپانی ماشین وجود داره یک دونهشون این کار نمیکرد، نه برقی بودنشو، شرف داشتنشو، ماشین خراب نشه، راحت بشه عوض شه. مثلا دقیقاً ماشینا همه مثل اپلن. قبل از اپل همه تلفن‌ها پشتشون باز میشد، باتریشون رو در بیاری عوض کنی خودت. مردم یه باتری یدک همیشه داشتن. اپل میگه آقا من نمیخوام این شیشه رو که بعد وصل کنم باز بشه، اینو میخوام کوچیک‌تر کنم که خوشگل‌تر به نظر بیاد. اینو برداشت. اینو که برداشت دوستش پول ساز شد. هی اومد سختش شد. الان یه کاری کرده که یارو که این کارا اصلا نمیتونه باز کنه اصلا اپلو. یعنی میبره پیشش، یا بردم یه آیپد موموکور دوتونه گم و بعد شیشه‌اش دکمهش خراب شده بود. گم و بعد شیشه‌شو بشکنیم، بکنیم که برسیم به دکمه. بعد شیشه‌ش هم می‌خوای عوض کنیم. یعنی اگه می‌خوای دکمه‌شو درست کنیم، باید قبول کنیم که شیشه هم شکسته، $300 هم بدی شیشه رو عوض کنیم. میگم خب چه منطق احمقانه‌ایه. اینو اپل درست کرده. می‌دونی کمپانی‌های ماشین همه‌شون هم داشتن این کارو می‌کردن. برای همین من روی این حساب ماشین برقی رو دوست دارم، ولی من فقط شعورم نسبت به تسلا. من ماشین دیگر رو امتحان نکردم، ولی یکی از دوستان مثلا ماشین نیسان لیف داره که الان 14 سال 20 سال دارن میسازنش، نه 10 سال 15 سال دارن میسازنش. این ماشین هنوز رو اپ نمیتونی مثلا بگی که امپ برقی داره چارج میشه رو کم و زیاد کنی. تسلا میتونی از یک دو سه یه فرق اساسی که تسلا داره، دقیقا مثلا اون اپل خوب مثال زدی. اون کمپانی دیگه ماشین تولید میکردن، حالا اومدن با همون آپشنا، با همون قیافه داخلی فقط ماشین رو برقی کردن. یعنی اتفاق جدی من تو بنز مثلا EQ میشینی، همون بنز بالاخره همون. تسلا اصلا پلتفرم چیز جدیدی بود، به خاطر اینکه تسلا قبلش ماشین پترول تولید نمیکرد، اومد یه چیزی تولید کرد که اصلا از بیس همه تکنولوژی مال خودشه. و من همیشه مثال میزنم به کسایی که ماشین الکتریک ندارن، اصلا تسلا که یه لول دیگه است واقعا، و تا سوار نشی و تجربه نکنی، یعنی من میگم تعصب کوچرترین چیزیه که آدمای دنیا باید داشته باشن. یعنی اینکه تو منم ماشین پترول دوست دارم، ولی اینکه مغز تو ببندی رو چیزی که واقعا وجود داره و نپذیری، تو هیچ فرقی با یه دیکتاتوری مملکت نمی‌کنی. بعد آرگومنت چیه؟ همین فقط صدا در میاد. من این صدا خب برو یوتیوب بزن صدای ماشین گوش بده، بلند از تو گوش بده، نه بیرون. نه اصلا اگه از روز اول ببین، تو بعد دنیای موازی برعکسش رو در نظر بگی، اگه از روز اول ماشینا سایلنت بودن، اگه الان ماشین کوچیک‌ترین صدا ازش در میومد میگفتن یارو کله، میگفتن این ماشینا چرا صدا میده. خب حالا چون ماشینا صدا میداد حالا نمیده بهتر شده، تو قول میگی این چیز خب اوکی، عادت کرده مغزت، حال کردی با صدای BMW M4، ولی خب تموم شد، بپذیر. یعنی گارد بیخودی نگیر رو این داستان. و من دقیقاً تسلا لایف استایلمو، یکی از شاید باورت نشه، یکی از دلایلی که من این تصمیم جهانگردی رو گرفتم، و من عشق ماشینم، سوال دیوونه ماشینم، خب، و همیشه تو تصوراتم این بود که من باید کار کنم، یه روزی فراری بخرم، یه روزی فلان. تسلا با من یه کاری کرد که من اینو تو پلنت گفتم، به من فهموند ماشینم یه گجته، ماشینم مثل دیوایس‌های دیگه یه چیزیه که تو رو از نقطه A به B میرسونه و تو الان تهشو سواری، تو یه چیزی سواری که آنالیز لحظه‌ای از ارتفاع و درجه داخل ماشین و بیرون ماشین و نمیدونم فلان و فلان داره بهت میده. تو مگه فراتر از اینا چیزی تو زندگیت از یه ماشین میخوای با پرفورمنس خیلی عالی؟ خب یهو اصلا دیدگاه من نسبت به ماشین عوض کرد. من فهمیدم که یهو انگار یه گپی انداخت بین چیزایی که از اول فکر می‌کردم می‌خواستم تا آخر برسم. گفت الان تو آخرشی، این آخرش، تهش مثل ماشین RC، مثل ماشین کنترلی، میخوای این فریم رو برداری یه دونه دیگه بذاری قیافش عوض شه. ولی تسلا همینه، تسلا فرقی نمیکنه این اتاقو برداری روش، میتونی اصلا این اتفاق میفته در آینده. به نظر من پلتفرم‌ها یکی میشه، فقط میگن کاور ماشین دوست داری شبیه فولکس واگن باشه، خب یه کاور مثل ماشین RC که میخری. یعنی این کارو با من کرد و من این مریضی روحی ماشین رو از من خارج کرد که من فهمیدم آقا ماشینم مثل بقیه چیزای دنیا یه چیزیه که سوار میشی و یه تکنولوژی باش میری اینور اونور، چیزی بیشتر از این نیست. اون لذتی هم که میبری به خاطر اینه که یه سری چیزا رو ندیدی،
وقتی ببینی میفهمی آقا تهش اینه واقعا. ولی خب این گارده وجود داره دیگه. آره مثلا فکر کن ماشین من 7 نفر آدم داره توش نشسته، بعد یه دونه لامبورگینی میاد بغلم، بعد مال من تندتر میره. خب اصلا همین منطق باید تموم شه دیگه. چی اتفاقی داره میفته؟ آفرین دقیقاً با قیمتی که قابل مقایسه نیست. مثلا تو 5 برابر بعد پول اون لامبو رو بدی مثلا برای اینکه این اتفاق بیفته که نمیفته آخر سر. بعد تو با چی میجنگی واقعا؟ من که عاشقش بودم، آرزوم بود داشته باشم و اینکه انداب کردم تسلا اکس خریدم مثلا بهترین اتفاق بود، چون من می‌خواستم اس بگیرم، بعد به قرار پولامو جمع کنم بزرگ شدم اکس بگیرم. بعد یهو اتفاق افتاد اکس گرفتم، همه چیزی که می‌خواستم اتفاق افتاد. اصلا باور نکردنی. بعضی موقع فکر می‌کنم مثلا واقعا خدا وجود داره. بعد یعنی میفهمم آدمایی که باور میکنم به خدا چی شده سرشون. میگم که من خدا نیست، گفته حتما خداست دیگه، چی میشه مگه میشه من خوش شانس باشم. آقا حالا میخوام یه دونه دور 90 درجه بزنم راجع به قور زدن. حالا راجع به سناریوی خودم خانوما، ولی کلا فکر میکنم همه آدما اینجوری هستن، یعنی منطقیه که خب پسرش هم هست. یه چیزی که من نوتیس میکنم تو خانم خودم اینه که وقتی میخواد یه کاری انجام بده، چون داره اون کار رو انجام میده فکر میکنه اجازه داره قور بزنه و حتی مثلا یه کاری تخمی انجام بده. مثلا اگه رفته برف پارو کرده، اگه میاد خونه دیگه مثلا با کفش برفی میاد تو، میگه خب برف پارو کردم دیگه. و من این منطق رو نمیفهمم. میخوام حالا ببینم من دیوونم یا خانومم دیوونه است. ولی تو اینو به عنوان چیز گنده تر نگاه کن، چون تو همه آدما میبینم که بحثای کوچیکی با هم دارن و نمیتونم تو بفهم تقصیر کیه. مثلا امروز صبح بلند شده خانومم، دخترم اومده بغل من خوابیده، 1 ساعت هم به مدرسهشون مونده. حالا این مدرسهشون که میگم، اول اینکه بچه‌ن فنچن، دوم من 1 ماه مدرسه شروع شده کالیفرنیا بودم، یعنی 1 ماه مدرسه نرفتم. میدونی فکر می‌کنم 3 دقیقه دیر برسن یه روز اصلا فکر می‌کنم مهم نباشه. گیر داده بلند شو بن، بعد نم این تایی کن، بعد به اون قور میزنه، به پاشا قور میزنه، بعد یهو به منم وسط پرید، چون معمولا به من نمیپره، به بچه‌ها فقط قور میزنه، با من کاری نداره هیچ وقت. امروز صبح به من پرید، منم خب سگم تا به من پرید من اصلا لتو پارش کردم، اصلا باش حرف نمیزنم. بعد من چون خونه رو تمیز دوست دارم، بنده خدا وقتی ناراحت میشم شروع میکنم همونجا تمیز کردن دیگه. از تا ساعت یه نیم ساعت پیشش همینجوری فقط تمیز میکرد. غذای منم گذاشت رو میز رفت که سر صدا نکنه مثلا من دارم با تو ضبط میکنم. ولی من نمیفهمم چرا انقدر قوره الکی میاد. چرا آدما، مثال خودمونم برات بزنم، امروز برای بچه‌ها که نمیدونم ما قرار با هم ویدیو بگیریم و ما قرار 2 ماه پیش با هم ویدیو بگیریم. روزی که قرار با هم ویدیو بگیریم تولد کامبیز بود و همون روزم براش سورپرایز پارتی گرفته بودن. سورپرایز شد، به من گفت سورپرایز، من گفتم نو پرابلم، فقط من مسافرتم الان دیگه، دارم میبینم این ور اون ور، بذار برگشتم مثلا ونکوور میگیریم. خب این پستپون شد و من باشم صحبت کردیم، قرار گذاشتیم راجع به امروز سر یه ساعتی گذاشتیم. سر ساعت که شد کامبیز به من، یعنی من مسیج زدم به کامبیز که خیلی محترمانه سلام کامبیز جون خوب هستین، من آماده هستم برای مصاحبه با شما، هیچ چیز بدی براش نفرستادم، اگرم بعد اسکرین شات فرستاد دروغگوه کامبیز. بعد کامبیز گفتش کامبیز گفتش که اکثر دیگه مجبورم بزنم بچه‌ها ببینن چی میگن. بعد کامبیز گفتش که سوال من یه نفر قراره بیاد یه کاری بکنه، من 1 ساعت وقت لازم دارم یا نیم ساعت نمیدونم. گفتم که آره راحت باش و اینا. و کامبیزش مثلا یه خورده ناراحت بود که این موضوع عقب افتاده، دستش هم خارج بود، نمی‌تونست کاری بکنه راجبش. و من خیلی 20 تا مسیج زدم، نه یه دونه، که ریلکس، اصلا مهم نیست، من تا 6 بعد از خونه نباید برم بیرون، هیچ کاری ندارم. حالا پوینت من چیه؟ من خودم شده به یه چیزی با یکی دیر بشم، هیچ وقت هیچ کسی سعی نکرده منو اینجوری راحت کنه. همه سعی کردن که من داره چونم پاره میشه، ولی به خاطر اینکه تویی، به خاطر اینکه میخوام بهت حال بدم میشینم. یعنی مثلا آره میفهم چی میگی. چرا مردم یه کاریو میکنن میخوان حتما اگه پوزیشنشو دارن بدجنس باشن؟ چرا تو کارتونا و فیلم‌ها همه خوبه رو دوست دارن و تو زندگی خودشون همه بده رو بدونی که بفهمن انجام میدن؟ چون به هر کی میگه آره کارم بد بود، راست میگی، خب من به تو میگفتم بیکارم راحت بگم. یا مثلا به النا که میگه راست میگی، نباید سر بچه‌ها داد میزدم، آره 3 دقیقه مهم نیست. هیچ کی نمیگه نه گو خوردم باید 3 دقیقه سر.
ولی همه ناخودآگاه بده رو انتخاب میکنن. چرا اینجوریم؟ چیه داستان؟ من دیوونم؟ نه اتفاقا تو دیوونه نیستی. به نظر من باید این قضیه رو تفکیک کنیم بین یکم جنسیتی قضیه، یعنی خانوما تو این شرایط تصمیم متفاوتی معمولا عموما، نمیگم همشون، نسبت به آقایون میگیرن. آقایون خیلی ریلکس‌تر با هم برخورد میکنن. مثلا به قول تو همین برخوردی که من و تو الان امروز برای این دیلی این ضبط ویدیومون داشتیم، شاید دو تا دختر اگه با هم داشتن 3 ماه با هم دیگه کات میکردن. خب یعنی خیلی ایزی این کارو میکردن. و تو تا زمانی که تا مادامی که کسی رو نمیشناسی سخته که تشخیص بدی که این آدم تو کدوم کتگوریه. مثلا من 2 ماه پیش که این اتفاق افتاد، خب من همش نگران بودم که آیا سهیل کدوم کتگوریه، سهیل درک درستی داره از اینکه واقعا امشب تولد منه و من بهش نمیگم، چون من خودم آدم این شکلی هستم، واقعا رو راستم و خیلی هم آن تایمم اتفاقا. و شاید باورت نشه ما سر قضیه ویدیو با تو، من با دوست دخترم چند بار بحثم شده که مثلا میدونه حتی حفظه. طفلی امروز بهش زنگ زدم گفتم اینجوریه، گفت بالاخره شد. خب میخواستم بهش بگم که آره واقعا بالاخره شد، به خاطر اینکه همه منو میشناسن، من یه آدمیم که امکان نداره دوست داشته باشم بخوام بدقولی بکنم. بعد سر قضیه تو یکی دو بار این اتفاق افتاد و من دیگه تو دل خودم شرمنده بودم. بعد تو انقدر ریلکس برخورد کردی که این فضا رو به من دادی که این صمیمیت ادامه پیدا کنه و این اتفاق ادامه پیدا کنه. حالا چه اتفاقی میفته که تو تبدیل به همچین آدمی میشی و یه آدمی دیگه میشه اون انه که تو میگی، یا مثلا حالا باز روابطتون با تو خانواده فرق میکنه، مثلا خانم تو باز کاتگوریش با من فرق میکنه، دوست دختر من خیلی وقت غر میزنه فرق. مثلا یکی از مشکلات من و دوست دخترم همیشه همینه که آقا من خیلی وقتا درک نمیکنم تو اصلا برای چی ناراحتی. بارها سر این قضیه صحبت کردیم که آقا چرا انتظار داری اون چیزی که تو رو ناراحت کرده رو حتما من فهمیده باشم؟ این شکلی نیست. و تو به قول تو پشتش مثلا 1000 تا قور به من بزنی به خاطر چیزی که حتی من نمیدونم چی. اول بشین به من بگو برای چی ناراحتی، بعد با هم صحبت کنیم در این مورد. و هی که رفتم جلوتر دیدم که مثل این که این داستانه واقعا وجود داره، این مربوط به دوست دختر من و زن تو نیست. کلا ظاهرا از لحاظ ژنتیکی این چیزه وجود داره که خانوما میل، نمیدونم جمله‌شو چجوری درست کنم که بد نباشه، میل به این دارن که جلب توجه داشته باشن به ترتیبی. متوجه هستی؟ میل به این دارن که اگر مثلا بهت میگم از میزان سختی یک کار از 1 تا 10 2 رو انجام دادن، از دید عموم 8 به نظر برسه، ولی آقایون 8 تا انجام میدن اون میزان سختیه رو و خیلی وقتا اصلا 2 نشون میدن. خب این یه فکتیه واقعا. اصلا به ولی جون خانم مادرم میزان اگر سختی من کار داشتم، معذرت میخوام، اگه من کار داشتم من به تو میگفتم ریلکس، چون میگفتم ببین این اتفاق که آره افتاده یارو نمیتونه بیاد. خب من الان چرا برینم تو آره اعصابش؟ من مکسیمم 1 ساعت دقیقاً. وقت دارم، وای میستم تا 1 ساعت. اگه اومد ضبط میکنه نمیاد میگم ببخشید من یه قراری داشتم نتونستم بیام. ولی اینو بهت نمیگم تا لحظه آخر که بگم اگرم من باید خبر بد بدم به طرفم، حالا کامبیزم نبود هر کی، بعد طرفم خبر بد بدم، بذار ببینم میتونم اوایدش بکنم، نکنم این کارو، ندم بهش خبر بدو. ولی دیدم مردم دوست دارن خبر بده رو بدن. همین که تو میگی دوست دارن اگه کار 2 نشون بده 8، اوه نمیتونی بیای، من آماده نشسته بودم و خب اوکی حالا من میام یه چای میزنم تا تو ببینیم چی میشه. خب بابا داری به من گیلت میدی، خب من ناراحت میشم دیگه. چرا این واقعا نمیفهمی تو داری این کارو میکنی؟ و خیلی برای من واقعا نمیفهمم. راست میگی، میخوان کارش نشون بدن گنده تره. چرا مرحله بعدی تو اینه که به نظر من آدما بعد از 1-2 بار تجربه کردن با طرف مقابلشون، مخصوصا توی رابطه دوست پسر دوست دختری یا زن شوهری، من اینو دیگه درک نمی‌کنم. من میگم تو 2 بار فهمیدی که داری بی خودی قُر میزنی و منم 2 بار فهمیدی که مچتو گرفتم که داری بی خودی قُر میزنی. دفعه سوم اگر درس نمیگیری از 2 دفعه قبلت، دیگه برای من خیلی آدم عجیبی هستی. یعنی از کاتگوری باهوش بودن خارج میشی به نظر من. میدونی من فکر کنم تو هم ساپیوسکشوال هستی. اصلا کلا من این شکلیه، من آدم باهوش دوست دارم تو هر کاتگوری، چه پسر چه دختر فرق نمیکنه. من میگم آقا اگه نفهمیدی از اون 2 دفعه قبل درس نگرفتی، فقط بدون بیشتر داری رو مخ من میری. میدونی چت میگم؟ یعنی تو چیزی رو درست نمی‌کنی. تو فکر نکن دفعه پنجم باعث میشه من بگم الهی قربونت برم 8 تا سختی کشیدی. نه، من دفعه چهارم میگم تو واقعا کسخلی. میدونی چت میگم؟ من سیستم این شکلیه. من میگم آقا تو چه جوری نفهمیدی که جواب نداد این فرمول؟ آقا یه فرمول جواب نمیدهد، نه انجامش ندادی که. این سیستمی که تو میگم همینه. یعنی هی تکرار میشه این داستان
ولی مثل که چیز ژنتیکیه. منم درک درستی واقعا در حد، یعنی در همین حد میفهمم که ژنتیکی متفاوتیم ما با هم. آره من حتی من تو بیزنسم که داشتم وقتی 16 سال داشتم تقریبا کار میکردم روش و این بیزنس خیلی خفنی بود، همیشه هر وقت هر کی از من پرسید چی کاری گفتم بیکارم. یه بار اینو دیدم توی برنامه، نمیدونم با برنامه با کی بود گفتی، پشمام ریخت اتفاقا، جواب خیلی باحال بود. یادمه که این جمله رو ازت شنیدم یه بار. همیشه میگفتم بعد نه که فکر کنی فیلم بازی میکردم، واقعا احساس میکردم بیکارم. نه خب من که صبح بلند شدم باید یه رو ایمیل جواب بدم، باید به این یه قور بزنم، به اون بگم چیکار کنه، 2 تا دوربین باید چک کنم، حواسم به تلفنم باشه که اگه مشکلی بود حلش کنم. کاری نکردم که دیگه دارم با تو میگم میخوام تلفن بزنم، یه دقیقه ببخشید او پرینتر 2 خرابه، دکمه اینوشو بزن، درست نشد، اوکی پرینتر بکاپ دارم تو انباری برو بردار. آره دمت گرم، چیزی بود خبر بده. خب میگفتی داداش. بعد اینو بعدش فکر می‌کنم که اگه 90% آدما درآمدشون بالای $100,000 بود و یکی ازشون موسیقی چیکار می‌کنی، من یه شرکتی ران میکنم که اصلا طرف سمت چپ قاره شمالی و جوهرش اینو میبینی احتمالا این جوهر آبی منه. حالا نمیدونم ولی میدونی. حالا من این سوالی از تو دارم، تو که آدمی هستی که مثلا الان تو این شرایطی که تو تعریف کردی نقطه جوشت نقطه سختیه رسیدن بهش، چه چیزی تو رو بیشتر راحت به اون نقطه جوشه میرسونه؟ تو آدمی هستی که ریلکسی دیگه، اینو به من بی منطقی. آها این جالب شد. میشه مثال بزنی سوهل؟ آره همین که تو میگی که دقیقاً میگی 2 بار به یارو میگی نکن، دفعه سوم دوباره میکنه، انتظار داره تو مثلا عوض بشی. این آقا منطق، این کاری که تو میگی تو بی منطقه. تو فهمیدی من دوست ندارم اینو، یا با یه آدم صحبت میکنیم مثلا همین رابطه خود من و تو، من میام به تو میگم بعد تو میگی چرت و پرت میگه، همون داستانی که من فکر میکنم بوده، هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد میگم خب منطقه چیه؟ من اگه میخواستم به تو دروغ بگم خب نمیدونم که اینو به تو بگم، میگفتم که من پروفسور بالتازارم، مثلا سوال وجود نداره. این شرایط رو میخوام دروغ بگم مثلا باحال میگم، یا مثلا به یارو میگم مثلا یارو منو میبینه مثلا کامنت میذاره میگه عمرن این مثلا $1,000,000 درآمد داشته، میگم خب میخواستم دروغ بگم میگفتم بیلیون در میآوردم. دیوونه مثلا بهش میگم آرزو چیه؟ میگه آرزو میگه $1,000,000 پول داشته باشم. میگم خب مادر سگ تو آرزوت هم میخوای فقیر باشی؟ خب تو آرزوت بگو میخوام همه پول دنیا مال من باشه. خب ببین چند تا سوال ازت بپرسم، یهو زد به سنم، یه جورایی به همینا مرتبطه. باهوش‌ترین آدمی که باهاش پادکست گرفتی کی بوده تا حالا؟ باهوش‌ترین تا حالا بهش اینو فکر نکردم. از دید خودت ها که حال کردی گفتی عجب آدم عجیبیه این. باهوش‌ترین یکی یه پسره به اسم که هادی باهاش تازه دوست شدم، خیلی آدم باهوشیه، از اون خیلی خوشم اومده. تو آخرین ویدیوم هستش که الان و ماس هیتد ویدیوهایی که گرفتی کیه؟ کسی که دیگه خیلی هیت شده تو ویدیوهایی که تو باهاش گرفتی؟ یه دختره بودش، جوان بود، میگفت مدلم، بعد خیلی همه اونو تنفر وحشی به اون داشتن. چرا؟ نمیدونم، نمیشناختنش و متنفر بود؟ آره اصلا آخه کسی معروفی هم نیستش، مثلا شاید نمیدونم مثلا 1000 تا فالوور داره رو اینستاگرام، یعنی چیزی خبری نیست. چه عجیب. ولی خیلی همه با اون چون مثلا میگفت دختر ایرانی‌ها مثلا نمیتونن خوب مدل باشن، نمیدونم بلد نیستن، داشت مثلا گم میزد به بقیه، میگفت هر خری دیگه میخواد مدل بشه اینجوری میشه، بعد همه سویش کردن روش. ولی کلا من یادم نمیاد هیت زیادی گرفته باشم از کسی. همیشه یه هیت 5% هستش، همون چیزی که تو گفتی به نظر من بی‌معنیه. ولی من خودم شخصا کسی رو مثلا باهاش ویدیو نگرفتم که بگم واو این آدم ته خط بود، ولی از اون ورم آدمی نگرفتم که بگم این آدم معمولی بود. یعنی من خودم فکر میکنم با هر کی که ویدیو گرفتم آدمی بوده که از اوریج خورده باهوش‌تر بوده و خیلی بیشتر، یعنی تو اون رنج بوده. مثلا همه‌شون رو به نظرم باهوش بودن. یعنی من خودم رو خیلی خوش شانس میدونم که یه دفعه داشتم به خانمم میگفتم انگار هر روز صبح بلند میشم یه آدمی که خفنه میاد وقتش میذاره من این چیزی من یاد میده. خودم این چقدر آدم خوش شانس باشه تو این پوزیشن باشه. جالب بود. چون کسی رو که دوست ندارم نمیارم تو تصویر. یعنی وقتی باش آشنا میشم، وقتی میفهمم چیه داستان، میگم نه این به درد نمیخوره یا اینو نمیخوام. همیشه که سوالی که کسی میاد میگه مثلا بیایم با هم ویدیو بگیریم، فقط یه سوال ازش میپرسم، میگم ویدیو با هم بگیریم ویور من از تو چی یاد میگیره؟ بعد میگه من این داستان خفن دارم، من اینو دارم و اینا.
بعد وقتی میشنوم میگم اوکی بس بیا بریم. بعد همیشه هم لایو میشنوم که ریاکشن همه واقعی باشه بچه‌ها. این خیلی سعی میکنم همه چی واقعی باشه، فیک نباشه، درست نکنیم. و سر این آدمایی که میارم و همه رو دوست داشتم، کسی نبودی که دوست داشته باشم واقعا شخصا یا اکسترا دوست داشته باشم بگم واقعا همه رو دوست داشتم. مثلا اسکپتیک به نظرم باهوش بوده، دکتر سنا به نظرم باهوش بوده، پسری که اسمش متاسفانه یادم رفته ولی چی بود، رئیس بی خدایان، رئیس ایتیست هم گروه چی بود، اون خیلی آدم باهوشی بود. آرمان اگه خیلی آدم باهوش، آرمان خیلی آدم باهوشی بود. رضا فرشته حاضر. یه سوالی برام پیش اومد، گفتی بگو. دکتر سنا، ببخشید وسط حرفت، چون من دکتر رو با هم فالو داریم میشناسمش. خب اون به شدت داره سعی میکنه که هر جوری شده حتی از سیگار کشیدن هم آدما رو مثلا جلوگیری کنه. حالا من راهشو دوست دارم، باحال، کار جالبی داره میکنه. با تو که صحبت میکرد سعی میکرد که افکتی هم رو تو داشته باشه، مثلا آره. یه چیزی بگی یه که اپیزود داریم اصلا یه اپیزود داریم که میگم بیا منو تعمیر کن، بیا با من صحبت کن، بگو من چیکار کنم. بعد که با من حرف میزنه چه باحال. آخر اپیزود میگه تو باید بکشی. چقدر چرا به این نتیجه رسید؟ ببین من پیش روانپزشک هم رفتم، اونم به همین نتیجه رسید. گفت ببین آدمایی که میرن میکشن برای اینکه دارن تو از زندگیشون 95% آدمایی که میکشن تو زندگیشون از یه چیزی فرار میکنن. میاد خونه از اینکه پول نداره خوشحال نیست، اینو میکشه میره تو هپلو خوشحاله، شبشو میگذرونه، فراسو دوباره ناراحت بلند میشه و از گلی که میخواد ناراحتش کرده داره دورتر میشه، یعنی داره به هدفش هم نزدیکتر نمیشه چون یه روز از دست داد. بعد 5% آدم‌ها هستن که همه کارشون کردن، همه چیشون خوبه، تصمیم گرفتن یه خلافی داشته باشن. حالا یکی مشروب میخوره، یکی خاویار میزنه، یکی میره میدوه، یکی نمیدونم گل میزنه، یکی تریاک میزنه. من هر دفعه که گل گشتم کنار کیفیت زندگیم اومده پایین. درسته سلامتیم میره بالا ولی کیفیت زندگیم اومده پایین. صبح به خوشحالی روزای دیگه هم نیستم، غذا دیگه خوشمزه نیست، میرم بیرون مثلا بچه‌ها میگن بریم بیرون، میریم بالای کوب انجام. خب چیکار کنیم؟ ولی قرار گفتم بشینیم اینجا یه آتیش روشن کنیم یه گل بزنیم. خب الان خب اوکی دیوونه ایم، خب بریم ماشین که گرمتر از واسه چی آتیش روشن می‌کنیم؟ مومنتامو شروع می‌کرد کم رنگ کردن برام. بعد هر دفعه که ترای کردم دیدم زندگیم بهتر نمیشه. یعنی مثلا میگفتم که اوکی من اگر گل نزنم هر رو میرم مامان بزرگمو میبینم. بعد دیدم نه نمیرم. بعد گفتم ورزش میکنم، دیدم نه نمیکنم. خودم بعضی موقع به یاد این میافتم که دارم بی‌ناموس میشم، میرم سر ورزش، بعضی موقع این اصلا ربطی نداره منم گل میزنم یا نه. فکر میکنم اگه نکنم شروع میکنم کارهای جدید درست کردم، میرم 3 تا کمپانی جدید میزنم، این کارو کنم. نه بدم همه چیم دقیقاً همونیه که گل میزنم. فقط اگه مثلا دارم غذا میخورم رفیقم اومده یه چیزی داریم با هم شیر کنیم، مثلا فرض کن من میام میخونه تو بشم مشروب بخوری، بعد تو مشروب بخوری کسی که بغل نشسته مشروب نخوره، obviously تو ترجیح میدی طرفت مشروب بخوره دیگه. خب من این لحظه‌مو از دست میدادم. رفیقم که میام با هم گل بزنیم دیگه نداشتم، اون میاد گل میزنه من اینجوری بودم. خب بعد اون میخندید به چیز مسخره، من برام دیگه خنده‌دار نبود، ولی میفهمیدم که اگه هوایی بودم برام خنده‌دار بود. برای همینم با وقتی که با دکتر سنا صحبت کردیم آخرش خودش که گفت نه میفهمم که چرا، اصلا همین بهش گفتم ببین یه روانپزشک، من 1 سال رفتم پیشش و همه جوره با من حرف زد و آخرش من گفتش که اینجوریه داستان، تو به نظر من نباید کویت کنی، نمیتونی کویت کنی و اگر هم بخوای کویت کنی کیفیت زندگی فقط میاد پایین‌تر. واسه همین یه سری آدم‌ها هستن که اوکیه بکشن. دکتر سنا به همین رسید. چقدر جالب، چه باحال. آره حالا اتفاقا با دکتر سنا باید ویدیو بگیرم، اونم الان مصطفی 3 ماه کار نکردم، یعنی کامبیز یک لشی کردم. بچه‌ها به خدا میگم زندگیتون زحمت بکشین، وضعیتون خوب باشه، نمیدونید چه حالی داره وقتی 3 ماه میری دنیای خاموش میشه. مامان بابا من بردم، یه ماهش مامان بابا هم اونجا بودن. ایوه. آره چون کجا رفتی؟ من عاشق کالیفرنیا، فکر می‌کنم بهترین جای دنیاست. بهترین جای دنیا خداوکیلی نه الی بهترین جای دنیاست، دوم بهترین جای دنیا بارسلوناست، ولی کلا لس آنجلس دیوونه شدم پارسا. بارسلونا واقعا اصلا آدمو به خجالت میکشه چقدر خوبه. آره دقیقاً من بارسلونا واقعا عاشق شدم. دقیقاً نظرم همین بود. میگم جایی که قشنگ میفهمی، وقتی میری میفهمی که اوه چقدر جای خفن بودن خوبه، هم خوشگله، هم باحاله، هم شلوغه، مردمش خوبن.
من خیلی با بارسلونا حال کردم، ولی اگه قرار بود یه جا انتخاب کنم واسه زندگی، قبلا میگفتم بارسلونا، ولی بعد از این 3 ماه هیچ جا واقعا الی نمیشه. یعنی لس آنجلس، سان دیگو و این همینجا. سان فرانسیسکو شرابر محضه. فکر کن بری تو لس آنجلس زندگی کنی بعد بری تو سان فرانسیسکو جای سرد، یعنی واقعا دیوانه باشی که بری یه جای خوب و هوای خوب و بری یه جایی که مثلا سرد و کاپشن بپوشی و بارون بیاد ولی خب میگم اصلا الی هوای خوب 360 روز در سال آفتابه. خیلی جالبه. آره همیشه آفتابه، همیشه هوا خوب عالی. بعد کشور اگر اگر کالیفرنیا کشور بشه 8مین پولدارترین کشور دنیا میشه. پشما، خب اینقدر آدم ثروتمند و چیز اونجا، اصلا نمیشه، میگم انقدر پول بیزنس داره توش تولید میشه و انقدر قدرت توش زیاده، بعد اینو میبینی همه جا خیلی خوبه. من شلوغ، جمعیتش وحشی، 40 خورده میلیون جمعیت داره، میدونی اصلا من عاشقشم. بیشتر 50 خورده میلیون جمعیت داره، اصلا من عاشقشم. یعنی آرزوم این بود که توی کالیفرنیا که بودم لاتاری ببرم که اصلا بر نگردم دیگه کانادا. فقط بگم آقا زنگ بزنم به رفیق وکیلم میگم آقا این 5 میلیون، چون باشه ویدیو گرفتم گفت 5 میلیون شوشی بهت اینجوری میدن، من میگم این 5 میلیون گرین کارت ما رو بده راحت بشیم. ولی عجب یه جایی. سوالی از تو دارم، تو از هر کسی بهتر میتونی جواب بدی. اینکه تو این 1-2 سال گذشته خیلی مهاجر ایرانی زیادی اومد کانادا و خب درها طبیعتا باز شده بود و اینقدر میگن که کانادا افت کرده ولی دیگه اصلا مد شده دیگه، یا اصلا نه اقدام کرده، نه تو زندگیش کانادا رو داره، نه قرار اقدام کنه، ولی شنیده که کانادا بد شده دیگه کانادا بده دیگه. یعنی توی جمع دوره همی میشینه میگه که نه کانادا نری، خیلی چرا، یا اصلا نمیخواد بره، نه تا حالا رفته. من میخوام به تو مرجع درستی هستی که اینو جواب بدی، به عنوان اینکه تغییر کوالیتی احساس کردی. البته میتونم جایی که تو زندگی میکنی فرق میکنه با جایی که مهاجرا بیشتر میرن، ولی دوست دارم به طور کلی نظرتو بدونم در مورد این قضیه. ببین این چیزی که هست یه جواب آره و نه نداره. داستان اینه که اول تو چی رو باید ببینی به عنوان اینکه افت کرده. افت کرده به عنوان اینکه اگر تو بیای آدم کنگوشادی باشی، باهوش نباشی، هیچی هم نداشته باشی و بخوای زندگی شروع کنی، یه خورده سخت‌تر شده، به خاطر اینکه کار کمتر پیدا میشه، به خاطر اینکه یک عالمه آدم مثل تو وارد شدن. خب این بله. ولی اگه آدمی باشی که وضعیت خوب باشه، باهوش باشی، حالا قصد تحصیل داری، قصد ادامه تحصیل داری، قصد کار داری، قصد تشکیل خانواده داری، واسه اینا همه چی هر روز بهتر و بهتر هم داره میشه. مثلا میگم الان من اگه بخوام دندون پزشکی دندونمو تمیز کنم باید $400 پول بدم. الان اکتبر، نوامبر، دسامبر اگه من نرم دندون پزشکی، از جنوری دولت گفته آقا ما پول همه در میدیم، هر کی خواد دندون پزشکی بره دیگه مجانی. خب این واسه مادر و پدرها بهتر شد، واسه یارو همه میدونی کشور داره میره جلو، کشور داره قشنگ میره جلو، همه چی خوبه، همه چی پرفکته. آره اجاره رفته بالا، به درد نمیخوره بری. خب من که دارم خونه اجاره میدم از خوشحالی دارم به شیام میزنم. متوجهی؟ گرفتم. واسه همین آره، بستگی داره تو آره. از چش کی نگاه کنی. از چش یه آدمی که میاد میخواد یه مثلا وقتی که من اومدم تو کانادا، تو اگه شروع میکردی یه کاریو، اگه صبح میرفتی بیرون، زور 3 تا به کار آفر میکردن، 3 جا میگفت بیا همین الان کار کن، فردا بیا سر کار. الان اینجوری نیست. الان هر جا بریم میگن که نه آدم داریم اندازه کافی. جاهایی که استخدام میکنن مینیمم ویجه، مثل مکدونالد و اینا، کمترین پولی که میتونن بدن و میدن. اونا همیشه استخدام میکنن یه جوری، ولی اگه بری پیش اونا کار بکنی پولی که در میاری کافی نیست. بذار من یه حساب بکنم چون من نمیدونم چقدر میشه. بذار مثلا بگو 160 ساعت یارو کار بکنه فول تایم، بهش $15 بدن، میشه 2400. 500 هم دولت میبره، میشه 1900. یعنی یه خونه یه خوابه منو نمیتونی اجاره کنی. خونه یه خوابه من 2300 اجارهش. یعنی اگه تو تنهایی بری فول تایم کار کنی نمیتونی حتی اجاره خونه بدی، باید بری یه اتاق اجاره کنی، برات میمونه $800 $900 اضافه که بعد با این بخوری، با این باید لباس بخری، پول ماشین بدی، بیمه بدی، بنزین بگیری. یعنی $900 100% غیب میشه. خب آره. سوال اینجاست که الان کارمند مکدونالد که داره کار میکنه، حالا اگه لوکال اونجا باشه، خودش چجوری زندگیشو داره میگذرونه؟ الان اونا از قور میزنن به مهاجرا دیگه، میگن مهاجرا اومدن گند زدن تو زندگی، اینا اومدن گرون کردن فلان. آها. اونا الان چش مهاجر شاکیه، مهاجرم میگه پس اومدیم اینجا که خبری نیستش که پولی در نمیاریم که.
ولی اگه بیای اینجا بخوای بدویی، اگه تو آدم باشی بدویی، نه به نظر من همون قدری که سال 2000 تو شانس داشتی الان هم شانس داری. حالا سال 2000 من باید جوهر میفروختم، مثلا امسال باید برم چمن بزنم. من نمیدونم فرقشون چی شده. مثلا همیشه چمن زنیه. آره فهمیدم. به نظر من کسی که بخواد کار کنه، من الان فردا یکی داره میاد سقف خونه‌مو تمیز کنه، $1000 داره میگیره، 2 ساعت 1 ساعت و نیم کار داره. خب این آدم اگه روزی 2 تا مشتری بگیره، ماهی $60,000 میتونه پول در بیاره، نقد، تکس هم نده، همه رو بذاره جیبش فرار کنه. چقدر جالب. میدونی یعنی بستگی داره فهمیدم. به زرنگی، تکون خوردن مردم. اینجا دیدم ببین همه فوفولن، میفهمی؟ یعنی واقعا این داستانی آره. که مهاجر جدید منظورم اینه که این کسی که اومده با این ایده اومده که یه جوک بود، میگفتن در قطار باز میشه پول رو زمین ریخته. آره واقعا هنوز با اون ایده دارم میان. جوکش اگه کسی نشنیده، جوکش اینه که یارو شنیده بوده بریم مثلا کانادا، پول ریخته، بعد بلند میشه مسافر میشه میاد کانادا، سوار قطارش که چیز میشه باز میشه پیاده میشه میره $50 افتاده زمین، میگه امروز خستم من فردا برمیدارم. این جالب بود. این داستان فهمیدم. من جوابم هم اول که شروع کردی گرفتم، فهمیدم چی شد. چون آخه میدونیم خیلی زیاد شده این صحبت و میگم آدمای غیر متخصص یا کسایی که اصلا تا حالا پاشون به اونجا نرسیده این کامنت رو میدن و خب مشخصه داره چرت و پرت میگه دیگه. باید تو بعد از کسی اینو بشنوی که اونجا زندگی داره میکنه دیگه و هم نسل و هم سبک خودته، نه یه آدمی که به قول تو کونگوشاده. اون که هر جای دنیا بره کونگوشاده دیگه، تو ایران هم کونگوشاده، همه جا همینه. فهمیدم چی شد. قبلا اینجا اجاره یه خونه درست حسابی بود $700. البته بذار خدایی الان هم حساب کنم، موقع مینیمم ویج بود $6. من کار میکردم $6 بهم پول 6.75 6.75 ضرب در 160 میگم چقدر میشه $1000. موقع اجاره خونه خفن بود $700. یعنی ببین تغییری نکرده. یعنی چی میگم، همون ریشیوه. اگه 25 سال پیش که من اومدم کنگوشاد بودی، نمید به زور می‌رسی خونه اجاره کنی و فقط بخوری، الان هم دقیقاً همونه، به خودت ربط داره. فقط قبلا همه چی مثلا می‌رفتیم غذا بخوریم میشد $3 و $6 میشد $9، الان میشه $30 و $60 $90. حالا 3 برابر شده، الان میشه $9 و نمیدونم 3 برابر $15 نزدیک $30 الان میشه. همه چی 3 برابر 4 برابر شده. مینیمم ویج هم 3 برابر 4 برابر شده. اجاره خونه هم 3 برابر 4 برابر شده. چیزی واقعا فرق نکرده، فقط عدد عوض شده و دلار ایران چون خیلی زیاد شده وقتی تو مقایسه میکنی دیگه خیلی دیوونه شده. ما یه همبرگر مثلا هست چه میدونم مثلا 2 میلیون، دیگه همبرگر تو ایران 5 تاشو میدن مثلا 300,000 تومان. من چه میدونم، ولی کلا من چیزی که من راضیم، من والا زنگ میزنم به مثلا 10 تا کمپانی زنگ زدم میگه سقفمو تمیز کنین، همشون میگن 1000. میگم بابا من سقفم فلان چیزو داره رو، شما اون کار اصلی که باید انجام بدین خونه من نباید انجام بدین. این منطقی نیستش که شما قیمتتون رو نمیارین پایین. میگه نه همونه. این یعنی چی؟ یعنی بیزنس خوبه دیگه. اگه جونم میگم خب آقا $300 میدم پایین، حرفت منطقی. جون نمیگم که جون مادر یه تخفیف ما میدید تا خدا. سقفو که من تمیز کنم، اون لوله هایی که دور خونه میچرخه که گل میره تمام سال توش، اون تمیز کردن اون سخت این کاره، چون ما به لبه پرتگاه اولا، دوم بعد این گوها رو در بیاری با کثافت حال آدمو هم میزنه. سختم هست. من سقفم ایناش درش بسته است، یه جوریه که آب میره توش ولی آشغال نمیتونه بره تو، واسه این چیزی نباید تمیز کنن. پس خونه من تمیز کنن نداره، بغل سقفم نباید بره. دو تا سخت ترین و مهمترین چیزی که کسی به سقف تمیز میکنه. بعد یارو میگه من هنوز همه پول اتون میخوام، هنوز $1000 رو میخوام. بعد معنی این چیه؟ مثلا این بیزنس خوبه دیگه. معنی اینه که آقا یارو انقدر مشتری داره که نمیاد. ریکوست زیاده، یارو احساس خطر نمیکنه. من چیزی که دارم تو مارکت میبینم خوبه. من نمیبینم که مثلا مردم دارن دزدی میکنن فلان، ولی تو تورنتو اینا داره این اتفاقا میفته. من چون تو ونکوور یه خورده اگه بیای ببینی متوجه میشی. ونکوور یه خورده اصلا وایبش کلا فرق داره. مثلا من آدمایی که دفعه اول میان اینجا، یه بازی که باشون همیشه میکنم اینه که میگم یه ماشین قدیمی به من نشون بده از فرودگاه که میایم بیرون. میگم اولین ماشین قدیمی یا آدم چاقی که دیدی به من نشون بده. من بعضی موقع میگم من تنها آدم چاق ونکوورم. یعنی همه خوش تیپن، همه به خودشون میرسن، بعد همه ماشینا نو، اصلا غیر عادیه. یعنی چیزی میبینی واقعا باورت نمیشه. بعد اکثر آدما واسه خودشون کار میکنن، یعنی اکثریت یه بیزنسی دارن برای خودشون کار میکنن و شهر ریلکسه. یعنی مثلا هفت شب ترافیک هست،
9 صبح ترافیک هست، 11 ترافیک هست. چرا؟ چون همه ریلکس بیرون، اینجوری که مثلا ساعت کاری شروع میشه، نه، ترافیک از 2 شروع میشه تا 9 شب. خب معنیش چیه؟ یعنی همه لشن دیگه. یکی 2 میره خونه، یکی 3 میره خونه، یکی 4 میره، یکی 5، همه ریلکسن. من این چیزی که از ونکوور میبینم، حالا کانادا رو در کل من اونوری که نمیبینم که بخوام راجبش حرف بزنم، ولی از روی آمار دزدی ماشین به نظر میاد یه خورده وضع خرابه تورنتو. چون ماشین دزدی ماشین انقدر زیاد شده که من امسال رفتم تورنتو نمیتونستم ماشین گرون اجاره کنم. من همیشه میرم تورنتو یه ماشین خفن میگیرم، 8 نفره، 8 سیلندر باحال، میریم جلو اشغال. این دفعه که رفتم ماشین گرون نبود، چون سوار میشی میدزدن. مثلا باورم نمیشه. چه وضعیتی. و این ربط به مهاجر داره، درسته؟ آره ببین یه اینجا آخه دزدی میشد، بعد پلیس میگه چی گفت لطفاً سوئیچاتون رو بذارین پشت درتون که درتون رو میشکنن، سوئیچو بردارن برن که بیش وقت نه تو آمار بهتون زنگ بزنن. شما بیمه دارین دیگه، بیمه پولشو میده به شما، چه بذارین بدزدن. بعد یه دوز اینو فهمیده بودن، گفتن خب چه کره‌ای پیدا کردیم. میمدن تمام ماشین خوبا رو برمی‌دارن، میبرن میذارن توی کشتی، میفرستن آفریقا و میدلیست و اینجا. اونجا میان پایین ماشین رو رجیستر میکنن، رانندگی میکنن دیگه. ماشین $200 میدزدن، اونجا میفروشن $60,000. خلاصه یه دوزی خیلی ملسی شده بود. من که رفیقام 3 تا ماشین خفن داره، هر 3 تاشو دزدیدن. بیچاره. دیدمشم با تاکسیه، میگم بابا دفعه پیش که با جی کلاس و لامبورگینی اومدی دنبال من، تاکسی چی میگه؟ گفت هر چی ماشین دارن میدزدن. گفت الان یه دونه ماشین سفارش دادم BMW X چی 87 اومده، نمیرم پیکاپ کنم چون که میدونم میدزدن، دارن کنسلش. یعنی چقدر عجیبه این، چقدر. ولی میگی تو ونکوور این داستان نیست؟ تو ونکوور نه، من در ماشینمو واقعا شاید 20 سال قفل نکردم. مثلا مسافرت میرم 10 روزه بعد میگن در ماشین بازه. این تو این لولا در خونه همیشه بازه، در بک‌پک همیشه بازه. البته من خب مسلسل و تفنگ و اینا تو خونه دارم، میدونی، خب خیالم راحته. آقا خیلی حال داد صحبتمون. من خیلی حال کردم با واقعا. من تو سخنراتم معذرت خواهی میکنم که استرس به تو دادم که تو استرس رو ترانسفر کردی به اون، ولی واقعا من نه بابا چکری. واقعا چون میگم من اصلا همیشه میگم من میخوام همیشه آدما رو خوشحال نگه دارم. یعنی واقعا بعضی موقع تو مغز خودم که دارم با خودم زیر دوش فکر میکنم، میگم اگه همه مغز منو داشتن، نه کسی دعوا میکرد، نه کسی جنگ میرفت، نه کسی از کسی شاکی میشد، نه ترافیک وجود داشت، نه آشغال رو زمین بود. چرا واقعا هممون هستیم ولی هممون بیشور؟ چقدر نامردیه. تو احتمالاً خیلی آدم خوش سفری هم هستی. من مطمئنم تو آدم خوش سفری هستی با این سیستمایی که داری تعریف میکنی. به نظرم کسایی خوش سفرن که آره ریلکس باشن، راحت بگیرن، سخت نگیرن. آی اینجوری شد، آی آب قطع شد، آی فلان شد. تو کاملا مشخص منعطفی تو این داستان و این بهترین آپشن برای سفر کردنه. حالا منتظرم به مسافر شب بیام یه جا جوینت کنم یا دیگه 3 روز با هم یه آره اتفاقا یکی از پوینت‌های باحال این داستان منه. من ممکنه سر از هر جایی در بیارم و مثلا بالاخره یه پناهگاهی اونجا دارم که رفیقام میتونن بیان دیگه لازم نیست ای بی ام بی کنی دیگه، صاف بیا اونجا یه هفته اشغال کنیم دیگه. منتظرم تا بری دیگه، زودتر باشه برو دیگه، یه فیلم میگیری جمع کن برو. چاکری. من از یه 2 هفته دیگه داستانم شروع میشه دیگه. از یه 2 هفته 3 هفته پاشا ناراحت باشه ها. ببین خب من و پاشا خیلی دوره جالبی رو با هم گذروندیم. من و پاشا از زمان ردلاین، خب از قبل ردلاین رفاقت داشتیم. ردلاین یه اتفاق خیلی باحال تو زندگی ما بود. بعدش باز دوباره پلنت به وجود اومد. خب طبیعیه دیگه، کسی پاشا بهترین پارتنر کاری من تو کل زندگیم بوده همیشه. واقعا ما هر کاری با پاشا انجام دادیم موفق بوده تو اون کاری که انجام دادیم و خب این خیلی اتفاق باحالیه. امیدوارم که ولی انقدر روشنیم نسبت به آینده. من مطمئنم، چه میدونم، به قول تو 2 روز دیگه میبینی من دارم اسپانیا زندگی میکنم، مطمئنم میاد اونجا باز یه برنامه جدید میسازیم. یعنی انقدر فکرمون بازه که این اتفاق میفته. ولی خب تو این مرحله میشه در موردش ناراحت بود دیگه که من دارم میرم. واقعا خود منم میگم امشب تنها شایی بود که اینو حس کردیم دیگه، برای اینکه آخرین قسمت پلنت بود و ما این حجم. الان من گوشیمو ببندم بعد از چت با تو، فکر کنم مثلا چه میدونم 800 تا دایرکت اومده که همش قشنگه ولی همش ناراحت کننده است. خب
ولی من اینا رو میذارم مال موقعی که دارم میخوابم، میخونم و هی به خودم تکرار میکنم با خودم که چه کار خفنی انجام دادید جفتتون با هم دیگه. این خیلی حال جفتمون رو خوب میکنه. من دوست دارم یه روزی این چند برابر بشه، خیلی حال میده بهم. خلاصه دمت هم گرم که تو انرژی باحال فرستادی. مرسی که اومدی وقت گذاشتی وسط موو و به امید خبرهای خوب و آینده برنامه بعدی با پاشا. قربونت برم داداش، دمت گرم. یه جای دنیا میبینم تو اقتصادی، یه جای باحال میبینم. فدات بشم. خدا نگهدار همگی. قربونت برم. خدا نگهدار. اقتصادی